پرچم‌ها تاریخی بیش از 3000 ساله دارند. اولین پرچم‌ها در چین، مصر و ایران قدیم پیدا شده‌اند. پرچم و درفش واژه‌های اصلی و قدیمی تاجیکی، بیرق، ترکی، لیوا و علم عربی اند. درفش کاویانی یکی از روایت‌های مشهور مردم تاجیک و تمام قوم‌های آریان نژاد است که در شاهنامه بی‌زوال فردوسی به شکل داستانی نظمی درآورده شده است. کاوه آهنگر که 17 پسر او را ضحاک ستمگر گومه مارانش ساخته، قصد پسر 18مش داشت شوری دیشبندی چرمین آهنگری خود را پرچم کرد. مظلومان گرد این پرچم به هم آمدند و ضحاک پادشاهی بی اصل و ظالم را سرنگون ساختند. درفش کاویانی پرچم تمام شاهان روایتی و پرچم دولتی ایران در عهد کوشانیان و ساسانیان بود که آن به دست عرب‌های استیلاگر نابود کرده شد. ماهیت اساسی پرچم متحد کردن مردم برای مقصدهای یگانه است. پرچم‌های دولت‌ها باید از زمین یا آب بلندتر افراخته شود. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر سال 1992 از جانب شورای عالی جمهوری تاجیکستان تصدیق گردید. بار نخست روز پرچم جمهوری تاجیکستان در کشور 24 نوامبر سال 2009 تجلیل شد. رنگ‌های پرچم دولتی تاجیکستان رمز و ریشه‌های قدیمه سنتی دارد. طبق روایت اوستا رمزی سرخ، رمزی مبارزه، شجاعت، شرف و جانثاری در راه میهن، سرزمین، مردم، غایه‌های عالی. رنگ سفید رمزی روح توانا، پاکی، مقدسات و خوشبختی. رنگ سبز رمز زندگی، جوانی و شکوفایی می باشد. تاج رمز استقلالیت و آزادی کشور. 7 ستاره رمز 7 دیور تاریخی و زیبا منظری تاجیکستان. صبح، زرفشان، حصار، رشت، بخش، ختلان و بدخشان. تاجیکستان پرچمت پاینده باد، جاویدان